سکانس آخر خیلی مهمه و سوال خیلی از شما هست. نکته اول، موقع اجرای پیرسینگ خیلی مهمه که از چه آنژیوکتی استفاده کنید. هر آنژیوکت مناسب برای یک نوع پیرسینگ و یک نقطه از بدنه. نکته دوم، طبق دستورات بین‌المللی انجام پیرسینگ برای افراد باردار، افرادی که مشکلات هورمونی و پوستی دارند، افرادی که مشکل انعقاد خون و مشکلات خود ایمنی دارند و همچنین دیابت و افرادی که عمل پروتز بینی انجام دادن اکیداً ممنون. نکته سوم، تا 24 ساعت نباید به محل پیرسینگ آب بخوره چون باعث عفونت میشه. دریا، سونا، جکوزی اکیداً ممنوعه چون داخل آب باکتری داره و باعث عفونت محل پیرسینگتون میشه. نکته چهارم، دلیل کلوید و عفونت و التهاب گوش چی میتونه باشه؟ پیرسینگی که استفاده میکنید باید از جنس استنلس استیل 316L باشه و از تزریق بیش از حد لیدوکائین حتما خودداری کنید و حتما به تاریخش دقت کنید. نکته پنجم که سوال خیلیاتونه، طبق کتاب بادی پیرسینگ هر قسمت از بدن مدت زمان بهبودی متفاوتی داره. مثلا نرمه گوش حدود 6 هفته، قسمت‌های قزروفی 4 ماه تا 1 سال، ابرو 6 تا 8 هفته، پره بینی 2 تا 3 ماه، زبان 4 تا 6 هفته، لب 2 تا 3 ماه. من اطلاعاتی که در رابطه با پیرسینگ بود و در اختیارت قرار دادم. اگه سوالی در این رابطه داری برام کامنتش کن.